سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به ویدیو. امروز بچه با هم دیگه اومدیم که آموزش بیوگرافی رنگی رو به شما بدیم. اینکه بعضی میبینید از جهانی یا میان میبینید که چطوری اینا بیوشون رنگیه، بعد بهتونم نمیگن. حالا میریم که ادامه ویدیو رو داشته باشیم. بریم معطلی بریم سمت ویدیو. خب بچه ها، الان تنها کاری که نیاز میکنید اول میید تو گوگل، بعد این عبارت رو سرچ میکنید و میید تو سایتش. خب حالا که رفتید تو سایتش، اینجا انواع اقسام کد رنگ رو داره. هر کد رنگی که بخواید داره، زیتونی چه از اینجا چیزا داره، سبز، هر چی که بخواید، از شیر مرغ تا جون رنگ داره. حالا ما یه رنگ قرمز کپی میکنیم با یه رنگ آبی رو، چون میخوام حداقل یه دونه مثلا چیز کنم، یه دونه هم حفظ میکنم. این دو چهار تا افتاره. خب حالا یه دونه چیز میزنیم، بریم یه کارت میزنیم، میریم به سمت فری فایر. خب و بله دوستان، اینجا داش محمد و چیز میگه خواهی اینو بخیر. خب میریم داخل بایوگرافی. خب اینو پیستش میکنیم و اول و آخرش یه دونه عکس نمیذاریم، نه آخرش. خب حالا مثلا جلوش چی میزیم مثلا. خب به یکم قشنگش مثلا میکنیم مثلا اینجوری کود. خب بعد حالا اون رنگ خودش چند بود؟ یادم نکنید خودش این بود. بسا یه دقیقه اینو بزنم. این خب دو تا این. بعد 4 تا F داشت. اینم 4. حالا یه دونه واسه اون سرش میذارم. خب حالا اینجا مثلا محمد می‌نویسم، مثلا محمد شد محمد. خب اما بچه اینجا میبینید انگار رنگ نداره حاجی، میگه این چقدر سوبره. خب حالا تنها کاری که نیاز بکنید، برید داخل یه اکانت دیگه بایوگرافی خودتون ببینید، چون داخل مثلا آپدیت های قبلی میتونستید مثلا خودتون رنگی که بایوگرافی پیدا میکنه رو ببینید، ولی این سیزن ها طوری شده که اصلا نمیتونید ببینید. و آره خلاص آپدیت دیگه، کاری که گارنای عزیز میکنه. خب حالا ما میریم داخل اکانت رفیقمون. 1 2 3. خب حالا بچه نگاه کنید، اینجا رو میایم نگاه کنید. بچه ریده شد، بچه بعدم ریده شد. خب کد کار کرد و نمیدونم چرا این دومی اینطوری شد. حالا بذارید یه دقیقه جمع جوش کنم ببینم چطوری میشه. یه دقیقه صبر کنید. خب بچه ها ببینید، الان تنها چیزی که بود، مشکلی که بود، الان فهمیدم مشکلی شد. این بود که نگاه کنید، این کدایی که اونجا بهتون گفتم برید کپی کنید، حتما حتما خودتون از اون سایت کپی کنید و هیچ وقت با دستی ننویسید. من اونجا دستی نوشته بودم، واسه همین این فصل اشتباه شده بود. اینطوری شما اگه انجام بدید 100% نتیجه میگیرید. حالا نتیجهش هم الان میگیم با اون اکانت ببینید. خب حالا بچه ها نگاه کنید، میایم اینجا. حالا اینجا قرمز زده، ولی خب داخل برید نگاه کنید، کد نمد. اصلا این عشق کنید، اصلا حال عشق.
و هیجان لذت. خلاصه که آره بچه میتونید اینطوری ویدیوتون رو رنگی کنید. این نکته هم که تازه گفتم فراموش نکنید، حتما کدا رو خودتون از سایت کپی کنید، وگرنه اینطوری هیچ وقت جواب نمیده. و آره دیگه، خلاصه که آره بچه ها از همین با Chegou a hora. از شما Solta o خداحافظی som. میکنید. درس احترام چیز داره؟ نه از اون چیزا. داداش Chegou a hora. دوستان Solta o som. شما